президент توجیکستان امامعلی رحمان روز 1 مای با امضای چند فرمان و قرار در هیئت حکومتش چندین تغییرات کادری به عمل آورد. از جمله با فرمان پرزیدنت سفرزاده شریف خان به سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس نویه ورزوب آزاد کرده شده، بنا به اطلاع خدمات مطبوعات پرزیدنت با روزگی او به مقام معاون یکم رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین شده است. به جای شریف خان سفرزاده به مقام اجرا کننده وظیفه رئیس نویه ورزوب با فرمان دیگر پرزیدنت دمونزاده خسرو نظر علی تعیین شد. همچنین با فرمان پرزیدنت مجید مهتدی خیرالله به سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس نویه خوالینگ ولایت ختلان آزاد کرده شده. به جای او میرزازاده مظفر برهان اجرا کننده وظیفه رئیس نویه خوالینگ تعیین کرده شد. با قرار حکومت از 1 مای مظفر میرزازاده به دلیل رئیس نویه تعیین شدنش از مقام معاون وزیر کشاورزی آزاد کرده شده است. اما درباره به کدام کار دیگر گذاشتن رئیس مکنون سابق نویه خوالینگ مهتدی مجیدی هنوز اطلاعی در دست نیست. در تاجیکستان تعیینات به اکثر منصب‌ها از رهبریت و اعضای حکومت تا رئیسان ولایت و شهر و نویه‌ها و حتی سرداران میلیس و بازرسی دولتی اتومبیلی و سودیه‌ها با فرمان و قرارهای امضا کرده پرزیدنت امامعلی رحمان و یا با روزگی او صورت میگیرند.